سلام، محمد رحیمی هستم. این اولین اپیزود تک تایمه. دیدیم وقتی میخوایم یه سری حرکت جدید انجام بدیم میگیم آقا از شنبه هفته بعد شروع میکنم. از قضا امروز همون شنبه موعود منه که مصادف شده با اولین شنبه روز کاری 1404. تک تایم قراره که یه بخش مهمی از چنل یوتیوبمون باشه که توش در مورد اتفاقات مهم و اخبار جدید دنیای تکنولوژی صحبت میکنیم. بریم ببینیم چه اتفاقات مهمی تو دنیای تکنولوژی تو این چند روز افتاده و در موردش صحبت کنیم. اولین اتفاق مهم ریزش تاریخی 3.5 تریلیون دلاری ارزش سهام بازار آمریکا که از زمان تعریف ریاست جمهوری دونالد ترامپ تا الان در مجموع 10 تریلیون دلار ارزش سهام بازار آمریکا افت کرده. حالا چرا این اتفاق افتاده؟ چند روز پیش دونالد ترامپ اومد از تعرفه‌های جدید تجاری آمریکا رونمایی کرد که تعرفه‌های سنگینی به یه سری کشورهای مهم مثل چین اعمال کرده که همین باعث شد که یه وضعیت عجیب و غریبی برای شرکت‌های داخلی و خارجی و کلاً بازار آمریکا اتفاق بیفته. حالا یه سری اتفاق برای شرکت‌های مثل اپل میفته که گوشی‌هاشون رو توی چین تولید میکنن و از چین وارد آمریکا میکنن و با تعرفه 54% که آمریکا روی واردات از چین گذاشته، قیمت گوشی‌ها و محصولات اپل و کلا همه محصولاتی که به این شکل دارن کار میکنن، همه شرکتایی که به این شکل دارن کار میکنن، یه افزایش قیمت خیلی زیادی میخوره. حالا تو همین روز اول اپل 10% از ارزش سهام خودش رو از دست داده و نزدیک 300 میلیارد دلار ضرر کرده. حالا این تعرفه 54% که آمریکا برای محصولاتی که از چین داره وارد میشه گذاشته، حالا توی یه سری کشورهای دیگه هم با درصدهای مختلف هست که میتونید سرچ بزنید ببینید درصدهای کاملشون رو. حالا چین هم تو چیز متقابل خودش تعرفه 34% گذاشته رو محصولاتی که از آمریکا میخوان بیان به چین. حالا با این تعرفه‌هایی که داده شده، مثلا شما فکر کنید گرونترین گوشی اپل که آیفون 16 پرو مکس 1 ترابایتی باشه هستش مثلا الان 1599 دلار. خب با تعرفه جدیدی که میخوره و 43% وقتی گرون میشه 2300 دلار و تو کوتاه مدت 100% یه افزایش قیمت عجیب غریبی محصولات میخورن توی آمریکا. حالا ما نمیدونیم توی دنیا چه اتفاقی میفته و تو کشور ما چه اتفاقی میفته با این وضعیت تعرفه ها، ما نمیدونیم. حالا این تعرفه ها فعلا شامل تراشه ها نمیشه، یعنی مثلا کمپانی مثل TSMC که تراشه های اپل رو تامین میکنه مثلا شامل این داستان نمیشه، ولی خب قطعا بعدن یه تعرفه هم برای اونا میذارن. بعد ببینیم که چه تغییراتی توی قیمت ها اعمال میشه، اصلا اینو ادامه میدن یا نه دیگه. حالا برند سوئیسی ژیگرلی کولتر، اگه حالا درست گفته باشم، اومده تو نمایشگاه واچز اند واندرز 2025 از جدیدترین محصولات و جدیدترین مدل‌های ساعت گرون قیمت و خاص و کلکسیونی خودش رونمایی کرده که تا اینجاش اصلا به ما ربطی نداره، ولی توی طراحیش اومده از شاهنامه الهام گرفته و یه سری تصویرهای مینیاتوری از داستان‌های اساطیری شاهنامه رو استفاده کرده تو طراحی ساعت‌های خاص و 14 میلیاردی خودش. آره، اومده طراحی رو از شاهنامه زده و این داستانا. حالا توی این طراحیش از 21 قطعه جواهر برای اینکه ساعت روونتر و بهتر و بالتر و دقیق‌تر کار بکنه استفاده کرده. قاب این ساعت از طلای 18 عیار سفیده. همونطوری هم که تو ویدیو دیدین 4 تا مدل داره این ساعت که هر 4 مدل با بند چرم تمساح ساخته میشه و فقط هم 10 سری از اینا ساخته میشه، یعنی کلا 40 تا از این ساعت ها ساخته میشه و خیلی هم گرونه. 142,000 دلار پولشه، به پول ما میشه 2 تا بالا 2 تا پایین 14 میلیارد تومان پول این ساعت هاست. ولی خب همین که شاهنامه روشه بر ما بسته، به نظرم تا همینجاش میتونیم بپذیریم از اینا. گوشی فونیکس 50S 5G پلاس، اسمو ببین تریلی نمیکشه خدا، این چه کاریه کردی. قراره که با فناوری جدید انرژایزینگ سنتک، یعنی همون رایحه تراپی دیجیتال، تولید بشه که به گوشی این امکان میده که بتونه بو تولید کنه، رایحه تولید کنه از بخش پشتی خودش که بخش پشتیش هم چرمیه. این میتونه بویی تولید کنه. حالا چجوری کار میکنه این داستان، مکانیزمش چجوریه؟ اینا اومدن یه سری میکرو کپسول رو توی پشت گوشی قرار دادن که مولکول‌های رایحه تو اون میکرو کپسولاست و این به مرور زمان خیلی ریز ریز پخش میشه و گوشی از خودش یه بوی خیلی خوب و باحالی در واقع تولید میکنه و داره. منتها مشکل اصلی که این ایده داره اینه که فقط 6 ماه در بهترین حالت و شرایط ایدئال و فلان و اینا 6 ماه بیشتر این رایحه نمیمونه. حالا مگه اینکه بیان یه
حرکتی بزنن و بشه اینو شارژش کرد که خب اگه نشه اصلا منطقی نیست شما اینو بیاین انجام بدید. چه کاریه واقعا نمیفهم. خبر بعدی اینه که تا 1-2 ماه دیگه احتمالاً شیائومی از گوشی میکس فلیپ 2 خودش رو نمایی میکنه که عملاً میخواد بره به جنگ زد فلیپ سامسونگ. حالا یه سری مشخصات و اطلاعات فنی این گوشی لو رفته، مثل باتری 5050 میلی آمپر ساعتی این گوشی که با فناوری شارژ سریع 67 واتی شارژ میشه و یه قابلیت خفن دیگه این که با شارژ وایرلس 50 واتی میتونید این گوشی رو شارژ بکنید. پردازندش هم 8 الیت اسنپ دراگونه، گواهی IPX8 برای مقاومت در برابر آبم داره، دوربین دوگانه 50 مگاپیکسلی، نمایشگر تا شدنی LTPO OLED با وضوح 1.5K با اندازه نزدیک به 7 اینچ و 120 هرتزی هم هست. جزء مشخصات اصلی گوشی تا شدنی جدید شیائومی محسوب میشه که احتمالاً تا 2-3 ماه دیگه رونمایش میکنه. خیلی ممنونم که تا آخر اولین اپیزود تک تایم با من همراه بودین. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما این ویدیو رو لایک کنین که به بقیه هم بتونه یوتیوب نشون بده و برای اینکه ویدیو بعدی رو ببینین حتما چنل رو سابسکرایب کنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.